از خواب که بلند میشین صبح چشا باز میشه این تو حرف میزنه یکی. من میرم دستوراتمو میشورم، میرم دوش میگیرم، اصلاح میکنم، حرف داره میزنه، این تو حرف میزنه، همین حرف میزنه. صبحونمو آماده میکنم، برنامه روزانه‌مو چک میکنم، صبحونمو میخورم، لباسا رو عوض میکنم، میخوام برم سر کار، کیفمو برمی‌دارم، پلا دارم میرم پایین پارکینگ. حرف میزنه، اون حرف میزنه. سوار ماشین میشم، دندقه میگیرم مثل همیشه، میام اونجا، میام بیرون، دکمه رو میزنم، در بسته میشه و میرم تو ترافیکم، مسیر رو تا میرسم من محیط کارم، تو اون ترافیک که دارم رانندگی میکنم. این حرف میزنه. نمیزنه؟ زیادم حرف میزنه. بعضی وقتا یکی اینجا حرف میزنه، بعضی وقتا 300 نفر این تو دارن حرف میزنن. غیر از اینه؟ تا آخر شب خانواده جمع شیم دور هم، یه شام دور هم بخوریم. حرف میزنه. بعد از شام حرف میزنه. 12 شب دارم بیهوش میشم، جنازم دارم نابود میشم. حرف میزنه. این هنوز به خواب میرم، حرف میزنه. خواب میبینم، وسط خواب یهو از چشمام وا میکنم، خواب میپرم، حرف میزنه. هنوز نیست اینطوری؟ شما الان دارین، من دارم اینو توضیح میدم، به من گوش میکنین دیگه، درسته؟ گوش نمیکنین شما دارین به اون گوش میکنین. همین الان شما ظاهرا به من گوش میکنین، واقعیت اینه که شما به من گوش نمیکنید، شما دارین به اون گوش میکنین. تحلیل در آن واحد تحلیل میکنه، میگه راست میگه، آره راست میگه، اینجوریه اینجاست. بعد یه جاهایی میگه نه دیگه اینجوری هم که میگه نیست، نه اینجوری هم نیست. دو نفر آدم سر یه موضوع ساده میخوان حرف بزنن، با هم ارتباط برقرار کنن، نمیشه. بعد حالا میخوایم با ذات هستی ارتباط برقرار کنیم، نمیشه. چی مانعه؟ بخشی از ذهن که از کنترل خارج شده و اختلال ایجاد میکنه، بهش میگیم نفس تحتانی. بعد وقتی ما خیلی خفته باشه آگاهیمون، یه اتفاق بدتری هم میفته. همزاد پنداری میکنیم، خود را با این صدا یکسان می انگاریم. بعد این اغلب حرفایی که میزنه منفیه، ایراد میگیره، سرزنش میکنه، بد و بیرا میگه، تنبیه میکنه، تو خوب نیستی، تو جالب نیستی، اونجا نباید این کارو میکردی، اینجا نباید این حرفو میزدی، تو اصلا موفق نیستی، تو آدم خوشبختی نیستی، تو خوشگل نیستی، تو فلان نیستی، تو خوب نیستی. بمباران میکنه دائم. اگر من به اندازه کافی بیدار نباشم و خفته باشم، همه رو باور میکنم. به سادگی میتونه منجر به خودکشی بشه. آمار خودکشی ها رو نگاه کنین. خیلی از این خودکشی ها به دلیل گفتگوهای ذهنی ناآگاهانه انجام شده. بس دیگه، خسته شدم از این زندگی، نمیخوام. از طبقه 18 شیرجه میزنه پایین، میکنه این کارو. ذهن این قدرت رو داره که آگاهی رو به تسخیر در بیاره.